برای رسیدن به موفقیت علاوه بر انگیزه و استمرار و پشتکار در کار، شما نیاز به یک تیم دارید. افرادی که در اطراف شما هستن 3 گروه هستند. افراد برگی افرادی هستند که یک فصل بیشتر شما رو همراهی نمی کنند و با کوچکترین ناملایماتی مثل برگ‌های پاییزی سقوط میکنن و شما رو ترک میکنن. گروه دوم افراد شاخه‌ای هستند. مدت طولانی‌تری با شما هستند، ولی اونها هم با سختی‌هایی که در راه بیزنس شما هست شما رو ترک خواهند کرد. گروه سوم افراد ریشه‌ای هستند. افراد ریشه‌ای به اندازه خود شما دلسوزانه در بیزنس شما کار میکنن. تیم خودتون رو برای رسیدن به موفقیت از بین افراد ریشه‌ای انتخاب کنید. همتون موفق باشید.